دوستان عزیز 12 ایون سال 2026 قرار داریم در ناحیه اشت در اینجا موسم خشک کردن زردآلو رسیده است. امسال زردآلوها رو خنک زد. در موسم گل کردنش بالاش برف باریده بود. آنچه بسیار یک 20% زردآلو شده است یا نیست. ببینید چه خیلی خشک میکنن. زردآلو رو میگیرن اول همین خیلی در قطعه ها میمونن و در مابین oltin gugir dast کنم سولفور سره اونجا علو میکنن دود میکنن و در گریف کمترک بالایش هم خیلی سلافان میپوشونن از هر طرف محکم میکنن تا اینکه دود بیرون نبراید و دود داخل همین زردآلوها رو برد و زردآلوها رو زرد میکنند. من oltin gugirdi الکی اینجا برآمده رفتگی در نتیجه همین خیلی خشک زردآلوهای با صفت میشود، صفتشون بهترین میشود، زرد میشوند، قیمتشون بلندتر میشود. انا ببینید خیلی خشک کرده ایستادن. اینجا من همین ظرف ها سیتکه هست و دیگر زردآلو، این دیگر زردآلو ببینید نامشون رو نمیدونم. انا که خشک کرده ایستادن اوزی میریم الکی خشکش تیار شدگی اینش بود دیگر. این الکی خشک شده ایستاده است. این خیلی الکی خشک شده است. ببینید حالا خشک نشدگی از خشکش رو نشون میدم به شما. ببینید برگرد میگن این را کیسه میگن بگم ها. من اینجا الکی جمع آوری کردگی هستن خشکش رو. ولی من پرسیدم این سرتیروفکه یعنی که درجه بندی نشده است. من این درجه یکم میشود جدا میکنن، اینش درجه پستر میشود، اینو درجه اولی. من اینو قیمتش بلند میشود. دیدید امسال نرخ این بلند میرود چون که زردآلو نیست، خنک زدگی هم رو درجه های اول، درجه اولی. هم دوران عزیز من هم خیلی زردآلو خوش میکنن، مهنت میکنن تا اینکه زندگی پیش رود، پول به دست بیاد. من اینش الکی صفتی پستر، اینش صفتی بلند، با اینش صفتی بلندتر باشد. من ببینید دوستان عزیز، اگر با کسی همین نوارهای من معقول شدگی باشد یک تا لایک کنید تا اینکه دیگرها هم بینن، تماشا کنند که در اشت چگونه کارها رفته ایستاده است. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد.